به شکل صحیح از جدول زیر پرینت بگیرین. فرض کنید که ما یه همچین جدولی داریم و می‌خوایم که یک پرینتی ازش داشته باشیم. من کنترل A رو میزنم تا کل محدوده رو سلکت بکنیم و کنترل P رو میزنم تا وارد محیط پرینت بشیم. اولین کاری که میکنم اینه که از قسمت ستینگز گزینه پرینت سلکشن رو انتخاب میکنم تا فقط محدوده‌ای که خودم سلکت کردم رو واسم پرینت بگیره. الان میبینید که پیشنمایش پرینتمون به این شکله. و مشکلی که الان وجود داره اینه که فقط تا ستون کد مشتری رو برای ما پرینت گرفته و بقیه ستون هامون رفته توی صفحات بعدی. برای اینکه تمامی ستون هامون رو داخل یک صفحه داشته باشیم، از این قسمت گزینه آخر که روی نو اسکیلینگ هستش انتخابش میکنیم و گزینه سوم که با عنوان Fit All Columns on One Page هست رو انتخاب میکنیم. به این شکل تمامی ستون ها رو داخل یک پیج قرار میده. من این رو انتخاب میکنم و به همین شکل میبینید که الان تمامی ستون ها رو داخل یک صفحه داریم. الان کل پرینت ما شد 2 صفحه که به این شکل میبینید. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید واقع شده باشه. موفق باشید.